رزمیکاران کیش همگی آمادند و قهرمانی‌های متعدد داخلی و بیرون‌المللی رو در کارنامه‌هاشون دارند. مهمترین عنوان قهرمانی جهان است که سال 2013 کسب کردم. حدود یک هفته پیشم در مسابقات بین‌المللی جام پارسی تونستم مدال طلا رو برای کشورم به دست بیارم. اسفند ماه گذشته در سطح غرب آسیا و اقیانوسیه یه تورنمنت جهانی برگزار شد اینجا که تونستم مقام اول رو کسب کنم. 6 سال تقریبا دارم کار میکنم. رشته کیک بوکس و هم موی تای به عنوان قهرمانی کشور دارم. 1 سال دارم کار میکنم تو سبک فول کیک بوکسینگ. مقام اول رو در مسابقات خرس‌آلود کشوری آوردم. مربیان هم در کنار اونها تمرین میکنند و تجاربشون رو در اختیار این قهرمانان میگذارند. الان حدود 40 نفر شاگرد داریم اینجا که همه ماشاءالله مستعدن. استقبال خوبی هم میشه. بچه‌ها رو داریم آماده می‌کنیم تا ماه آینده ان شاءالله ببریم مسابقات انتخاب تیم ملی. ما در تیم ملی چند تا از بچه‌های کیش رو خواهیم دید؟ ان شاءالله اینجوری که بچه‌ها دارن تمرین میکنن و آمادگی که دارن، من فکر میکنم اگه خدا بخواد 2 یا 3 تاشون حتما مقام آور خواهند شد. امکانات مناسب ورزشی کیش فرصت خوبیه تا با حمایت مسئولان این قهرمانی‌ها ادامه پیدا کنه. در آیندهم که آخر بهمن ماه مسابقاتی که تهران برگزار میشه. امکانات و استقبال ورزشکاران از این رشته رو تو جزیره کیش چطور ارزیابی می‌کنید؟ خیلی خوبه، عالیه. خدا شکر امکاناتش خوبه. امسال هم تو مسابقات کشوری بازم شرکت کنم. 17 آبان عازمیم برای مسابقات جهانی که توی کشور اندونزی برگزار میشه. در جزیره کیش به طور کلی 29 رشته فعالیت داره که از این تعداد 7 رشته اون رو ورزش‌های رزمی شکل میدن. بسیاری از اونها مدال آور هستند در سطح ملی و بین‌المللی و برای موفقیت بیشتر بیش از پیش نیازمند حمایت و یاری مسئولین هستند. مهدی هوشیار، خبرگزاری صدا و سیما، کیش.